سلام مجدد به همه بچه های گل. خب دوستان عزیز، بریم که پودمان در واقع چهارم وب رو تست هاش رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب بچه ها، طبق قرارمون سراسری ها 4-5 تا دونه ازش داریم که من اینا رو رد شدم و تستای تالیفی رو داریم با هم دیگه بررسی میکنیم و سراسری ها هم که گفتیم با ریز جزئیات در کلاس های جنبندیمون انشالله صحبت خواهیم کرد. خب بچه ها، اولین تستی که میخوایم با هم دیگه حلش کنیم میگه که کدام یک از گزینه های زیر جزء سرویس دهنده های پایگاه داده نیست؟ خب اوراکل هست، SQL سرور هست، اکسس هست، زمپ نیست. پس چون نیست جواب ماست. سوال بعدی، کدام یک از گزینه های زیر از مزایای MySQL نیست؟ بچه ها MySQL رایگانه، پس این مزیتشه. MySQL با سیستم عامل های در واقع مختلف سازگاره. اینجا به تبع سیستم عامل های مختلف رو می نوشتیم. خب هزینه حفظ و نگهداریش پایینه، پیچیدگی طراحیش. MySQL بچه ها پیچیدگی طراحی نداره و این دقیقاً مزیتشه دیگه. خب این داره میگه پیچیدگی طراحی MySQL پیچیدگی طراحی نداره. بیا اینجا رو نگاه کن، توی این جدول ما داشتیم، نگاه کن، MySQL پیچیدگی در پیکربندی و نصب اولیه MySQL نداره و نوشتیم جلوش بسیار ساده هستش. خب سوال بعدی، کدام یکی از گزینه ها از انواع پایگاه داده شرکت مایکروسافته؟ بچه‌ها مایکروسافت هم اکسس رو داره هم SQL سرور که اینجا به SQL سرورش اشاره شده. سوال بعدی، کدام یک از پایگاه داده های زیر محدودیت در تعداد یوزر داره؟ بچه ها از بین اینا اکسس محدودیت تعداد یوزر 255 تا رو داشت که اگر یادت باشه این جدول رو اینجا ذکر کردیم. ناکن محدودیت کاربرها اکسسه که فقط محدودیت داره. خب ادامه بحثمون، کدام یک از پایگاه های داده زیر به شکل رایگان داره عرضه میشه؟ خب SQL سرور و اوراکل که تجاری بود، MySQL بچه‌ها رایگان بود. خب سوال بعدی، کدام یک از گزینه های زیر دارای پیچیدگی در سطح بالا در کانفیگ و نصب اولیه داره؟ SQL سرور، MySQL، اوراکل و اکسس. بچه‌ها اینا بعضیاشون مثلا MySQL که ساده بود ولی مثلا SQL سرور اینا پیچیدگی داشتن ولی لولاشون فرق میکرد که اوراکل تو سطح به شدت بالاست. حالا بیا اینجا باز این جدول رو یه نگاه بنداز که یادت بیاد. نگاه کن، پیچیدگی اکسس نداره، SQL سرور پیچیدگی داره در سطح متوسط، MySQL که کلا نداشت، اوراکل در سطح بالا داشتیم بحث رو. خب بیایم سوال بعدی، کدام یک از پایگاه داده های زیر دارای واسط گرافیکی نیست؟ SQL سرور، MySQL، اوراکل و اکسس. اگر این جدول رو یادتون باشه بچه‌ها MySQL رو گفته که واسط گرافیکی نداره و هر چی این جدول میگه شما باید بگید چشم. پس واسط گرافیکی همشون دارن، MySQL رو گفته نداره و شما میگید چشم. سوال بعدی، نام کاربری و رمز عبور پیشفرض پایگاه داده MySQL. بچه نام کاربری شما به شکل دیفالت ادمین نیست، روت است. پس یا 1 است یا 4 است. از طرفی پسورد نداری، پس پسوردت ادمین نیست، بدون پسورد است، پس جواب گزینه 1. سوال بعدیمون رو حل میکنم. برای ساخت پایگاه داده در MySQL از کدام کد استفاده میشه؟ میخوای دیتابیس بسازی. گزینه 1 کرییت نام پایگاه داده، رد. گزینه 2 کرییت نام پایگاه داده. بچه‌ها هیچ فرقی با اون نداره، فقط کوچیک بزرگه که کوچیک بزرگ SQL حساسیت نداره، پس 1 و 2 جفتش رده. 3 کرییت ایجاد کن دیتابیس ایجاد کن و اسمشو داره میگه، خود ناکسشه. گزینه 4 دیتابیس نام این اصلا هیچی، با کی کار داری تو؟ خب تست بعدی، در کدام یک از پایگاه داده زیر میتونیم بیشترین ستون رو ایجاد کنیم؟ اکسس که قطعا نیست چون محدودیت داره. بیا اینجا این جدول رو نگاه کن، تعداد ستون هایی که میتونی اینجا داشته باشی.
اکسس 255 تا، SQL سرور 1024 تا، اوراکل 1000 تا و مای اسکیول 4096 تا. پس ستون‌های مای اسکیول از همشون بیشتره. منظور از ستون بچه اون فیلدایی که مثلا نام خانوادگی اونا رو داره میگه. یعنی تو مای اسکیول شما میتونید 4096 تا اتریبیوت برای یه دونه موجودیت تعریف کنی. خیلی خوبه بچه‌ها، خیلی امکاناتش بالاست. این از این گزینه. سوال بعدی، برای اینکه پایگاه داده از حروف فارسی پشتیبانی کنه باید هنگام ساخت پایگاه داده جدید در مای اسکیول چه چیزی رو برابر چه چیزی قرار بدی؟ بچه‌ها اینجا گفته کالکت یعنی جمع کردن که اصلا هیچ، و من گفتم کالکشن باید باشه. خب حالا بعضیا مثلا اصطلاحاً تو بازار مثلا دیده باشید بعضیا کالیشن یا کلیشن هم میگن. خب اینجا بچه‌ها گزینه 2 4 واسمون موند که میشه بخش اولمون، اما باید UTF 8 پرشینسی انتخاب کنیم، پس میشه گزینه 4 که اینم تو کدا بچه‌ها من بهش اشاره کردم دیگه. گزینه 4 جوابمونه. سوال بعدی، در سرویس دهنده مای اسکیول برای انتخاب زبان فارسی در دستور کرییت دیتابیس از چه کلمه کلیدی استفاده میشه؟ از کالیت یا در واقع کالیشن استفاده میشه؟ کدومش؟ که کالیت باید استفاده میشد، کولیت باید استفاده میشد که اینجا من گفتم. بیاید نگاه کنید کجا بودیم. اگه گفتید کجا بودیم بچه‌ها؟ نه اینجا بودیم. نگاه کنید ایجاد پایگاه داده، کولیت باید استفاده کنی. حالا کالیت میگه هرچی دوست داریم. پس میشه گزینه 2. نوع داده اینت در مای اسکیول چند بایته؟ نوع داده اینت یا 4 یا 8 که اینجا هم با هم دیگه انواع داده ها رو داشتیم. ناکن اینت چیه؟ 4. پس اینجا مثلا من تست منفی نزن، باید یادت باشه فلوته که 4 یا 8. اینت قطعا 4. پس الان من اینجا یه تست رو منفی زدم که اینجا علامت میزنم، یادم باشه که اینجا عجله کردم که شما عجله نکنید. خب بریم به سراغ تست بعدی. یه رنگ مثلا قرمز رو انتخاب کنیم. نوع داده دیت چند بایته؟ که اگر یادت باشه نوع داده دیت 3 بایت بود. میگی نه؟ بیا اینجا رو نگاه کن. دیت 3 بایت. تایم هم دیگه همینجا ببین که اگر بعداً استفاده کردیم بلد بشیم. با توجه به کد مای اسکیول زیر کدام گزینه صحیح نیست؟ هست و نیست و بچه‌ها قشنگ درک کنید. خب میگه که create table، بساز تیبل رو در پایگاه داده بوکس به اسم شاپ. پس اسم جدول ما شاپه. میگه که فیلد اول ما اسمش هست آیدی، نوع دادش اینته با محدودیت 10 و نات نال، یعنی تحت هیچ شرایطی این فیلد نمیتونه خالی باشه. خب یه ستون دیگه به اسم بی نیم، میخوای مثلا اسم کتابا رو بذاری چه میدونم، یه ستون بی نیم داشته باش، وریبل کاراکتر 120 باشه و یه دونه بی آتر داشته باش، اینم وریبل کاراکتر 50 باشه و پرایمری کی شما هم آیدی هستش. خب گزینه 1 میگه آیدی کلید اصلیه. خب اینجا گفتیم پرایمری کی آیدی، پس این درسته. گزینه 2 بی نیم از نوع کاراکتر است. خب بی نیم از نوع کاراکتر است، این هم درست. 3 بی آتر میتونه خالی باشه. خب بی آتر آره میتونه خالی باشه، جایی نگفته که نمیتونه خالی باشه، پس این درسته. 4 آیدی میتواند تکراری باشد. بچه ها آیدی مگه پرایمری کی نیست؟ پرایمری کی نمیتونه تکراری باشه، اصلا پرایمری کی اسمش روشه، صفت کلیدیه، باید منحصر به فرد باشه، پس این غلط. سوال میگه کی غلط؟ میای میگه که این غلط. بریم سوال بعدی. سوال بعدی، برای ایجاد تغییرات در جداول پایگاه داده در مای اسکیول از چه دستوری استفاده میکنی؟ ادیت که اصلا ما صحبتی نکردیم، آلت صحبتی نکردیم، آپدیت برای بروز رسانی، آلتر برای تغییرات در ساختار جدول‌های ما بودش. سوال بعدی، دستور زیر چه کاری برای شما
انجام خواهد داد. خب میگه alter table، تعمیر کن جدول من رو. کدوم جدول؟ جدول بوک رو. میگه دراپ کن پرایمری کی رو، پرایمری کلید اصلی رو حذفش کن. خب کلید اصلی رو حذف میکنه. اوکی. اد پرایمری کی، یه پرایمری کی جدید بزن. کدوم ستون رو؟ بی آی دی رو. خب میگه که گزینه یک کلید اصلی رو پاک میکنه. دو کلید اصلی رو بوکس قرار میده که این اصلا داره چرت میگه. سه هر چه کلید اصلی داشتیم رو پاک میکنه. آباری کلا. و بی آی دی رو کلید اصلی میکنه. خب این داره درست میگه دیگه. سوال بعدی، کدام یک از پایگاه داده های زیر متعلق به مایکروسافت هست؟ SQL سرور هست. برای درج رکورد در پایگاه داده از چه دستور؟ از دستور insert into استفاده میشد. پس سه. سوال بعدی، میخواهیم از جدول کارز در دیتابیس شاپ ماشینی که نیم آن BMWs رو حذف کنیم. کدوم دستور این کار رو برای شما انجام میده؟ خب میگه برو حذف کن از جدول delete from، برو تو پایگاه داده شاپ جدول کار، به شرطی که نیمی که داخل جدول کار هست بشه BMW. خب این درسته بچه ها. دو میگه دیلیت فرام، برو تو پایگاه داده. میگه دیلیت فرام، این اصلا هیچی داره میگه؟ هیچی، اصلا کلا غلطه. سه میگه دیلیت کار، این هم اصلا فرام و هیچی دیگه، اصلا ساختار رو برد زیر سوال. بعدی ریموو، اصلا ریموو هم ما نداشتیم، پس این هم غلط. جواب ما میشه گزینه یک. تست بعدیمون، برای حذف جدول از پایگاه داده از کدوم دستور استفاده میکنی؟ بچه ها جدول رو میخواستی حذف کنی، ما چیزی به اسم دیلیت نداشتیم، چیزی به اسم اریز نداشتیم، چیزی به اسم دل نداشتیم، دراپ داشتیم. میگفتی دراپ تیبل اسم جدول. پس گزینه یک. سوال بعدی، برای حذف ستون کار مدل باید چیکار کنی؟ بچه ها حذف ستون یعنی تغییر در ساختار جدول، پس قطعا آپدیت نیست، باید از آلتر استفاده کنی. میگه آلتر تیبل. حالا کدوم تیبل خدا داند. خب کار، بعد اینجا میگه دیلیت کن کار مدل رو، باید بگی دراپ کن کار مدل رو، یعنی کلا ستون کار مدل رو بندازش کنار، از دور خارجش کن. و من اینجا بچه‌ها بین دراپ و دیلیت به شک افتادم. بذارید این تیکر رو یه نگاه بندازیم که اشتباهی اینجا صورت نگرفته باشه. خب تغییر ساختار، اینجا نگفتیم تغییر ساختار رو، فکر کنم این طرف گفتیم. alter table، خب اینجا اصلا در مورد این بحث چیزی نگفتیم. خب بذارید اینو من یه سرچش کنیم بچه ها که یه موقع اشتباهی صورت نگرفته باشه. خب میگم که delete column in my SQL with SQL با کد SQL. خب ببینیم داره چی میگه اینجا. خب میگه alter table اسم جدول رو میگی، drop اسم ستون رو میگی. دقیقا چیزی که من گفتم بچه ها درست بود. خب بیایم اینجا. پس گزینه 4 نیست، گزینه 2. سوال بعدی میگه که برای اضافه کردن ستون کار کالر چی کار میکنی؟ خب از نوع رشته، این هم مهمه. میگه alter table کار، جدول کار، اد کن کار کالر رو اینت. این که گفته اینت هیچی، این هم گفته اصلا اینت هیچی. خب باید وریبل کاراکتر باشه. منتها اینجا گفته alter table برو تو کار، اد کن کار کالر رو وریبل کاراکتر. اینجا گفته اینزرت کن، پس 2 هم رد، 4 که درسته. سوال بعدی، برای ویرایش یک رکورد در پایگاه داده چی کار میکنی؟ میخوای رکورد رو ویرایش کنی.
خب مثلا چه میدونم محتواش رو میخوای تغییر بدی دیگه، ویرایش یک رکورد از دستور آپدیت باید استفاده کنی. مثلا علی علوی که سنش 20 میخوای سنش رو بکنی 30 مثلا، خب از آپدیت استفاده میکنی دیگه. سوال بعدی، عملکرد دستور زیر میگه آپدیت کن جدول پایگاه داده لیب اسکول جدول بوک. پس میره تو جدول بوک، میگه ست کن ستون بی کوانتیتی رو با مقدار 50 به شرطی که داخل جدول بوک یه فیلدی داریم به اسم ISBN یعنی اون شابک کتاب، و به شرطی که شابک کتاب این باشه. پس کتابی که شابکش این هست رو تعداد موجودیش رو بکن 50. پس رکوردی که در ستون بی ISBN درون بوک تیبل است را چی داری میگی؟ با کی کار داریم؟ بیا گزینه بعدی، در جدول لیب اسکول، اینجا پایگاه داده است پس اینم همینجا ردش کن. 3 رکورد هایی که مقدار بی ISBN آنها، خب اینجا هم بچه منظورش بی ISBN بی ISBN آنها برابر این است را با مقدار 50 ویرایش میکنن. چی رو با مقدار 50 ویرایش میکنه؟ تعدادش رو با مقدار 50 دیگه. یکم میگه رکوردی که در ستون بی ISBN درون بوکته، این هم اصلا با کی کار داری؟ هیچ کدامه. ولی عملکرد اینجوریه، میگه کتابی که ISBNش این هست موجودی یعنی بی کوانتیتیش رو بکن 50. این میشه عملکرد کلیش. خب سوال بعدی، اختصاص کدام یک از ویژگی های زیر برای یک فیلد عددی باعث میشه تا فیلد مربوطه نیاز به مقداردهی نداشته باشه و اتومات یه دونه یه دونه دو دونه دو دونه بسته به تنظیمات شما بره بالاتر، که چیزی نبود جز اوتو اینکریمنت یعنی گزینه 4. سوال بعدی، برای حذف یک جدول در پایگاه داده از کدوم دستور استفاده میکنی؟ بچه ها حذف جدول دیلیت نبود، ریموو نبود، دراپ بود یعنی گزینه 3. سوال بعدی، پرسجو مقابل چه کاری رو انجام میده؟ select star from بوک، برو هر چی تو بوک هست رو پیدا کن ولی نه همشو، اونایی که آیدیشون یا 1 است یا 10 است. پس تمام فیلدهای جدول بوک که فیلد آیدیشون بین 1 تا نه، بین رو خراب کردی. تمام فیلدهای جدول بوک که فیلد آیدی اون برابر 1 یا 10 هست. این درسته ولی باز بقیه هم بخونم شاید درست بود. فیلدهای 1 و 10 جدول بوک، تمامی فیلدهای جدول بوک که نیست، تمام فیلدهای جدول بوک، خب داره تمام فیلدها رو انتخاب میکنه که فیلد آیدیش برابر 1 یا 10 هست. این میگه فیلدهای نه، این که اصلا چرته، هیچ 2 درسته بچه. خب اگر جدول کارز شامل 10 تا فیلد باشه و بخوایم اسم ماشین هایی که سال ساختشون بیشتر از 1396 هست رو انتخاب کنیم، کدوم گزینه درسته؟ میگه انتخاب کن تمام ستون. اینجا چی گفته؟ نام ماشین ها. ببین ناکن، گفته فقط نام ماشین ها رو من میخوام، نه بقیه مشخصاتشون. پس ببین همینجا این داره میگه استار، میگی شب بخیر. این میگه استار، میگی شب بخیر، چون همه فیلدها رو داره میده. شب بخیر. پس 2. میگه انتخاب کن اسم رو، اسم ماشین رو از جدول کار به شرطی که کاریر یعنی سال تولیدش بزرگتر از 1396 باشه. به همین سادگی تست رو میزنید بچه ها. برای اعداد اعشاری در مای اسکیول از چه دیتا تایپی استفاده میشه؟ قطعا از نوع فلوت، که فلوت 2 تا مدل داشت، یا 4 بایتی بود یا 8 بایتی بود. سوال بعدی، برای انتخاب و مرتب سازی جدول کار به شکل، ببین به شکل سعودی بر اساس نام، کدوم دستور؟ خب
بعد بچه‌ها قطعا باید اوردر بای داشته باشی. 3 گفته سورت بای، 4 هم همینجا اصلا با کی کار دارن این دوتا من نمیدونم. و اصلا گفته سعودی، خب 2 که داره میگه نزولی، پس 1 اصلا نمیخواد بری کد رو بررسی کنی. گاهن نیاز کد بررسی کنی یا اینجا نیاز نیست. پس جواب گزینه 1. برای اینکه یک فیلد دارای نام مستعار ویژگی الیاس نام مستعار 2 میخواهیم پرسجویی بنویسیم که تعداد داده، ببین تعداد داده، تعداد کانت بشمر سلکت، این که تعداد نمیشماره، سلکت کانت، میگه برو ستون کانت رو انتخاب کن. خب هیچ، این هم میگه برو ستون کانت رو انتخاب کن، هیچی. پس 4 دیگه. 4 چی میگه؟ سلکت کن از تابع کانت استفاده کرده، پارامترش گفته استار، یعنی تمام رکوردامو بشمر. خب اینجا هم گفته تعداد داده ها رو میخوام، یعنی تمام رکوردهایی که هست رو بشمار، بریزش داخل یک ستونی، اسمشو بذار کانت و به من نشون بده از جدول چی؟ مدارس. جالب است. پس میشه گزینه 4. سوال بعدی، کدام پرسجو برای انتخاب کمترین مقدار بی کوانتیتی از جدول بوکس و مشاهده آن مقدار با عنوان مین، بچه گفته عنوان مین یعنی نام مستعار باید بدی. الان مثلا نگاه میکنی 4 نام مستعار نداده، رده. نگاه میکنی میبینی که دیگه نگاه نمیکنی اینجا. خب گفته برای انتخاب کمترین مقدار، خب اینجا گفته مین ولی تابع نگفته که، اینجا پس رده. بعد اینجا تابع مین رو گفته، اینجا هم تابع مین. فرقش اینه که این داره تمام رکوردها رو مینیمومش رو میگیره، این داره فقط از فیلد بی کوانتیتی کمترینش رو میگیره. پس اینم گفته کمترین مقدار بی کوانتیتی رو من فقط میخوام، پس میشه گزینه 1. سوال بعدی، برای تغییر اندازه نوع داده یک فیلد بعد از آلتر تیبل از کدام دستور استفاده میکنی؟ میخوای تغییر اندازه بدی، طبیعتا باید بیای از چنج استفاده بکنی دیگه. گزینه 2 که اگر یادت باشه اینجا هم برات اوورده بودم. بیا اینجا رو نگاه کن، آلتر تیبل چنج، میبینید داره نوعش رو تغییر میده. خب میرویم برای تست بعدی. از کدام تابع در PHP برای ایجاد یک اتصال به MySQL استفاده میکنی؟ MySQL I connect fetch که هیچی، نم هیچی، پس 2. سوال بعدی، کدام گزینه به ترتیب آرگومان های MySQL I connect رو میگه؟ خب اول از همه شما باید آدرس سرورت رو بدی بچه‌ها. خب یعنی باید نام سرورت رو بگی، آدرس سرورت رو بگی، مثلا چه میدونم آی پیش رو بگی. پس گزینه 2 که میگه نام پایگاه داده، شب بخیر، اینجا داره میگه. گزینه 4 هم نام پایگاه داده، پس شب بخیر. 1 و 3 میمونه. میگه خب آدرس سرورت رو بگو، یوزر پست هم بگو، بعد نام پایگاه داده رو بگو، که گزینه 3 غلطه، پس 1 درسته. میگی نه، بیا اینجا نگاه کن. خب بیا اینجا ایناهاش MySQL I connect، اول آدرس آی پیت رو میدی، آدرس سرورت رو میدی، یوزر پس اسم پایگاه داده. این هم از این. سوال بعدی، برای اجرای دستورات پرسجو کانکت که نیست، داز اصلا چی داری میگی؟ MySQL query، MySQL fetch array. بچه زمانی که میخوای کوئریت اجراشه میگی MySQL query. زمانی که دستور سلکت زدی میخوای دیتا رو یکی بکشی بیرون، باید fetch array بزنی. پس اینجا گزینه 2 جوابه، پس 4 هم شب بخیر. تست بعدی، کدام تابع قطع
ارتباط سرویس دهنده مای اسکیول رو با پایگاه داده کار انجام میده و متغیر لینک اون کلیده رو داره. بچه ها شما باید کلید رو به عنوان پارامتر ورودی بدی، پس ببین همینجا 1 رده 4 رده 3 هم رده چون کلید تو لینکه، پس 2 درسته. تابع مای اسکیول آی کلوز بود، پارامتر ورودی هم باید چیکار میکردیم؟ متغیر رو بهش پاس میدادیم. سوال بعدی، خب کدام تابع محتوای یک سطر از جدول رو در آرایه ذخیره می کند؟ قطعاً fetch array باید باشه، پس 3 رو اینجا حذف میکنیم. خب اگر ریزالت نتیجه پرسجو لینک هم اطلاعات باشه، یک هم که داره میگه لاین، این اصلا هیچی. خب لینک هم حاصل اطلاع اینجا باش کار نداریم، فقط میخوای ریزالت نتیجه پرسجو رو داشته باشه، پس 2 دیگه فش اریه. سوال بعدی، برای بررسی موفقیت آمیز بودن اتصال سرویس دهنده و عدم وجود خطا باید از مای اسکیول ارور نامبر یا ارور خالی استفاده میکردی. خب 1 که کلا رد، 4 هم کلا رد، 2 هم که میگه مای اسکیول آی کانکت ارور نامبر، اینم هیچی. 3 مای اسکیول آی ارور میشه 3. میگی نه بیا باز اینجا رو هم نگاه کن. بچه ها یه منفی دیگه زدیم اینجا. خب مای اسکیول آی کانکته حتما بود، ارور و ارور نامبر داشتیم، اینا رو که اوکییم. پس اینجا دومین تست منفی رو به لطف شما ما اینجا زدیم. خب پس حتما مای اسکیول آی بعدش کانکت رو داشتی، پس 4 رد، 1 هم رد، 3 هم رد، پس 2 دیگه. حالا این گفته ارور نامبر، یعنی کدش رو فقط بهت میگه، اگر اون نامبرش نبود ارور خالی بود شرح خطا رو هم بهت میگفت، پس میشه گزینه 2. سوال بعدی، برای تعیین نام دلخواه در هنگام پشتیبانگیری کدوم قسمت باید پر بشه؟ برای تعیین نام دلخواه در قسمت پشتیبانگیری کدوم قسمت باید پر بشه؟ تمپلیت نیم که نیست، نیم هم نیست، تمپ هم نیست. خب اینو من حضور ذهن ندارم بچه ها، باید پاسخنامه‌تون رو چک کنید. خب پس اینو من حضور ذهن ندارم چون تو عمل باید استفاده شه، من اینو خیلی یادم نیست. پاسخنامه‌تون میتونید رو نگاه کنید. برای ذخیره و پشتیبانگیری پایگاه داده از کدام زبانه باید بری؟ که طبیعتا گفتیم از زبانه اکسپورت باید بریم. برای بازیابی اطلاعات، میخوای اطلاعات رو وارد کنی، خب از ایمپورت باید بریم. برای حذف همه رکوردها، ببین همه رکوردها، پس دراپ نیستش دیگه، دیلیته. ترانکیت هم نیست، ریموو هم نیست، دیلیت دیگه. از این دستور باید استفاده کنی. سوال بعدی، کدام یک از گزینه‌های زیر باعث حذف محتویات جدول کلاس میشه؟ ببین نگاه کن، گفته محتویات ها، نگفته خود جدول. اگر میگفت خود جدول دراپ بود، پس اینجا دراپ رو حذف میکنی، دیستروی هم حذف میکنی، ریموو هم که نداشتیم، پس 1. سوال بعدی، جدولی به صورت سمت، خب کوش، سوال آخرمونه. جدولی به صورت سمت چپ وجود داره، منظورش اینه بچه ها، این جدول رو ما داریم، خیلی هم دوستش داریم. خب میگه که این داده ها من میخوام این شکلیشه، میخوام اینو بهم خروجی بده، به نظرت کدوم دستور مناسبه؟ نام جدولم استودنته. خب بچه ها چیکار کرده؟ فقط نیم و اسکور رو آورده. خب پس این که میگه سلکت استار شب بخیر، این که میگه سلکت استار شب بخیر، این که میگه سلکت کن نیم و اسکور رو تو جدول داره بهت میگه شب بخیر، پس 3 دیگه. سلکت کن نیم و اسکور رو از جدول استودنت، مرتبش کن بر اساس نمرات یا اسکور به شکل نزولی 20 10 9 8، پس میشه گزینه 3. خب بچه های گل، تستای این پودمانمون تموم شد. امیدوارم که این پودمان و این مطالبی هم که براتون گفتم مفید بوده باشه و
خسته نباشید. در ویدیوی بعدی در رابطه با پودمان 5 صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدارتون.